قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان را در مرکز ولایت ختلون شهر بختر با برگزار کردن چهاربینی‌های فرهنگی و معرفتی استقبال گرفتند. ساکنان ولایت ختلون دستاورد زمان صاحب استقلالی مخصوصا نشاندادهای قانون اساسی به دست آمده را ثمره جهد و تلاش‌ها رعایت قانون و حفاظت از ارزش‌های ملی ارزیابی می‌کنند. رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت ختلون کنستیتوسیای دولت تاجیکستان را در تقویت حکومت دولت‌داری و بهتر نمودن سطح زندگی مردم شایسته ارزش‌ها معنیداد کردند. بعد به دست آوردن استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در راه بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد محض قبول انمی سند بسیار هم مهم نقش بسیار هم مهم بازید. باید ابراز داشت که در دوران صاحب استقلالی کشور جمهوری تاجیکستان با دستاوردهای نظررس نویل گردید که محض یکی از این دستاوردها قبول اولین کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان با طریق رایپرسی عمومی خلقی و عزم و اراده مردم جمهوری تاجیکستان که به 6 نوامبر سال 1994 رسمی آید قبول کرده شد. باید گفت که محض انمی سند والا حجت توانست که جمهوری تاجیکستان ما را در عرصه بین المللی همچون دولت دارای استقلالیت ملی، دولت دموکراتی و حقوق بنیاد معرفی نماید. در اساس کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی بوده، آن را به واسطه یا با واسطه وکیلان خود عملی می‌گردانند. یکی از خصوصیت‌های مهم کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان در آن میباشد که توانست که انسان حقوق و آزادی‌های او را در اساس ماده 5 کنستیتوسیای ارزش عالی اعلان نماید. تجزیه حاکمیت دولتی، زبان دولتی جمهوری تاجیکستان، مناسبت‌های داخلی و خارجی جمهوری تاجیکستان، سیاست بیرونی جمهوری تاجیکستان، اینچنین دموکراتی و حقوق بنیاد بودن دولت و ارزش عالی داشتن حقوق و آزادی انسان و شهروند محض در انمی کنستیتوسیای صاحب استقلالی کشور به تفصیل رسیده شد. دیگر خصوصیت مهم کنستیتوسیای دوران صاحب استقلالی کشور در آن میباشد که وی توانست زبان تاجیکی را به حیث زبان دولتی جمهوری تاجیکستان معرفی نماید. طور ذکر گردید عمل کنستیتوسیا ثابت ساخت که خلق تمدن‌ساز و فرهنگی در مربوطه با قسم‌های جداگانه کنستیتوسیا حیات آسوده را نصیب گردیدند. طور اظهار داشتند کنستیتوسیا که میتوان آن را شناسنامه ملت ارزیابی کرد، تاجیکستان را به جهانیان چون دولت صاحب اختیار دنیوی معرفی نمود. از طریق رایپرسی عمومی خلقی قبول شدن کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان و در جایگاه والاترین گذاشتن ارزش و مقام انسان در دنیا از زمره حجت‌های کم نظیر دانسته می شود. کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان شهادتنامه و گواهنامه دولت صاحب استقلال و صاحب اختیار بودن تاجیکستان است که برای هر یک مردم شریف تاجیکستان واقعا هم باعث افتخار است، چون تمام مناسبت‌های جمعیتی، حقوق و آزادی‌های انسان و عهده‌داری‌های شهروند و انسان در آن درج گردیده است و آزادی سخن، آزادی فعالیت، زندگی آزادانه ما و تمام کار و پیکار ما محض توسط کنستیتوسیا تنظیم گردیده. حقوق و آزادی‌های فطری انسان و شهروند توسط این قانونی والا و این سند والا حجت تنظیم می‌گردد. هنرمندان ریاست فرهنگ ولایت ختلون و شعبه فرهنگ شهر بختر انسامبل‌های خوتال و ستاره با سرود و ترانه‌های وطن پرورانه خاطر حاضرین را بالیده گردانیدند.